یه چیزی بگم عصبانی نمیشی؟ چه فیلم میگی؟ چون مامان گفت ازت فیلم بگیرم براش بفرستم، چون ممکنه که چیزی که بهت نشون میدم ناراحت شی. چیز شده؟ چیزی نشده ولی یه تتو زدم اینجا. ناامیدم کردی بابا به قرآن. من تا حالا تو زندگی تربیت اشتباهی کردم، چیزی رو تا حالا بهت زور کردم که برای یه تتوی کوچیک رو دست خودت من به خودم اجازه بدم دخالت بکنم؟ آخه گفتم حالا بگم شاید. بابا تو بچه من صاحبت که نیستم که. اگرم توی چیزای مهم مثلا از من اجازه میگیری، این لطف و بزرگیه تو. نهایت کاری هم که من میتونم بکنم اینه که بهت مشورت بدم. خیلی هم قشنگ شد، جدی خیلی قربونت برم. بگو یه اجرا هم اینجای من بزن. الهی بچم خونه جای امنیت باید باشه، جای پشتوانه باید باشه، جای حمایت باید باشه. اینها رو از خونه ها نگیریم.